تحلیل هفتگی 28 جولای الی 1 ماه آگوست 2025 و بررسی داده‌های تقویم اقتصادی و اخبارهای خارج از تقویم. سلام، وقت شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. مثل همیشه بپردازیم به بررسی داده‌های تقویم اقتصادی هفته پیش رو و همچنین بررسی ارزهای دلار آمریکا، دلار کانادا، ین ژاپن، پوند انگلستان و همچنین اونس جهانی طلا که ببینیم این هفته چه حرکت‌هایی رو میتونن داشته باشن. ابتدا از تقویم اقتصادی شروع میکنم. این هفته عرض شود خدمت شما که هفته شلوغی هست، چه از نظر تقویم اقتصادی چه از نظر بحث تعرفه ها. اجازه بدید که ابتدا از تقویم اقتصادی شروع کنیم. روز دوشنبه مورد خاصی در بازار وجود نداره در تقویم اقتصادی. روز سه‌شنبه یعنی 29 جولای ساعت 17:30 شاخص اطمینان مصرف کننده یا همون CB رو داریم برای ایالات متحده آمریکا. روز چهارشنبه برای ما روز مهمی هستش. ساعت 11:30 شاخص تولید ناخالص داخلی برای آلمان رو داریم. 3 ماهه دوم هستش. GDP فصلی هستش که 0.4 عدد قبلی بوده. پیش بینی شده که -0.1% هم منتشر بشه. ساعت 15:45 گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی یا همون ADP رو برای ایالات متحده آمریکا داریم. برای ماه جولای هست که عدد قبلی -33 بوده. عدد پیش بینی شده 82 هست. مورد بعدی ساعت 16 به وقت ایران تولید ناخالص داخلی یا همون GDP فصلی 3 ماهه دوم رو داریم برای ایالات متحده آمریکا. عدد قبلی -0.5% بوده. پیش بینی شده که 2.4% منتشر بشه. ساعت 17:15 گزارش سیاست پولی بانک مرکزی کانادا رو داریم که 17:15 این بیانیه هم برای تعیین نرخ بهره بانک مرکزی کانادا منتشر خواهد شد و همچنین نرخ بهره هم تعیین خواهد شد که عدد قبلی 2.75% هستش. ساعت 18 گزارش هفتگی ذخایر نفت خام رو داریم برای ایالات متحده آمریکا و همچنین کنفرانس مطبوعاتی برای بانک مرکزی کانادا هم ساعت 18 خواهیم داشت. مورد مهم دیگه که ساعت 21:30 روز چهارشنبه برای ما حائز اهمیت هست، بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همون FOMC هست که تعیین نرخ بهره هم صورت خواهد گرفت که روز چهارشنبه برای ما خیلی مهم هستش، چرا که آقای پاول و فدرال رزرو رو از طرف دولت خیلی تحت فشار گذاشتن که این نرخ بهره رو کاهش بدن، ولی فعلا پیش بینی ها 4.5% هستش. اگر کاهشی صورت بگیره از طرف فدرال رزرو ما شاهد حرکات عمده‌ای در بازار خواهیم شد، مخصوصا جفت ارزهایی که دلار هست و در کامادیتی ها مخصوصا طلا که برای ما خیلی مهم هستش ما شاهد نوسان هایی خواهیم بود. ساعت 22 هم یعنی نیم ساعت بعدش کنفرانس مطبوعاتی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو رو داریم که آقای پاول برای ما سخنرانی خواهند کرد. روز پنجشنبه 31 جولای عرض شود خدمت شما ساعت 6:30 تعیین نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن رو داریم که 0.5% عدد قبلی هست، 0.5% هم پیش بینی شده که حالا
قرار نیست این ساعت دقیق 6:30 منتشر بشه، احتمال داره که نیم ساعت دیرتر، نیم ساعت زودتر، چون قبلا هم سابقه داشته که همین سر تایم منتشر نشه. ساعت 15:30 ما شاخص بهای مصرف کننده رو داریم یا همون CPI در بعد سالانه و ماهانه برای آلمان رو داریم که در عرض خدمت شما در بعد ماهانه عدد قبلی 0%، عدد پیش بینی شده 0.2%، در بعد سالانه 2%، عدد قبلی در بعد ماهانه 1.8% پیش بینی شده و این یعنی اینکه زیر 2% هست و دارن به اهدافشون نزدیکتر میشن. مورد دیگه شاخص خالص PCE که یکی از مهمترین داده ها برای ما و برای فدرال رزرو هستش که برای آمریکا منتشر خواهد شد. شاخص مدعیان بیکاری هم ساعت 16 بعد از ظهر منتشر خواهد شد. همزمان با این تولید ناخالص داخلی برای کانادا هم در بعد ماهانه GDP ماهانه منتشر خواهد شد و در روز جمعه هم شاخص بهای مصرف کننده یا همون CPI در بعد ماهانه و سالانه برای ناحیه یورو داریم. ساعت 12:30. در ساعت 16 به وقت ایران ما گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا یا همون NFP رو داریم که عدد قبلی 147K هستش، عدد پیش بینی شده 108K که ما رفته رفته باید انتظار اینو داشته باشیم که بازار کار در آمریکا سردتر بشه و فدرال رزرو هم منتظر اینه که بازار کار در آمریکا سردتر بشه و بعد کاهش نرخ بهره رو انجام بدن. شاخص نرخ رشد متوسط درآمد ساعتی هم همزمان با این داده منتشر خواهد شد و همچنین شاخص PMI بخش تولیدی ساعت 17:15 منتشر میشه و شاخص PMI بخش تولیدی هم گزارش مؤسسه ISM ساعت 17:30 منتشر خواهد شد. این از تقویم اقتصادی این هفته. بریم سراغ چارت و ببینیم که ارزهای مربوطه و همچنین کامادیتی طلا میتونن هفته پیش رو چه حرکت‌هایی رو داشته باشن. خب قبل از اینکه بریم سراغ تحلیل من چند تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم. همین روز یک شنبه آقای ترامپ با نماینده اروپا در مورد تعرفه ها سخنرانی خواهند داشت، یعنی شروع شده سخنرانی هاشون، یعنی این ساعت 8 بعد از ظهر هست، ساعت 20 به وقت ایران هست الان و دارن در مورد تعرفه ها صحبت میکنن. چندین خبر فعلا منتشر شده که یک خبر این که گزارش حاکی از اینه که چین و آمریکا تعلیق تعرفه ها را برای 90 روز دیگر تمدید خواهند کرد. حالا این یکی از نگرانی های این هفته بود که تقریبا حذف شد. 1 آگوست روز جمعه قرار بود تعرفه ها اعمال شوند و اینکه آقای ترامپ گفته که نرخ تعرفه در اتحادیه اروپا به زیر 15% نمی رود که این مورد خوبی برای اروپا نیست. این چند تا خبر منتشر شده و حالا باید ابتدای روز دوشنبه، یعنی همین نصف شب برای ما ساعت 1:30 باید منتظر عکس العمل بازار باشیم. در حالت کلی این هفته اگر توافقات خوبی صورت بگیره ما شاهد ادامه نزول طلا خواهیم بود که طلا میتونه از همین نقطه 3340 تا قیمت 3250 هم نزول داشته باشه.
اگر توافقات خوبی صورت بگیره. ولی اگر این اتفاق نیفته، لابلای سخنهاشون بیان یک مخصوصا آقای ترامپ یک مورد غیر منتظره ای رو برای ما بیان کنند، اون موقع بازار سنتیمنتش عوض میشه و طلا میتونه سودش رو ادامه بده. من معتقدم که از نظر تکنیکالی معتقدم که اگر طلا به ناحیه 3430 دوباره برگرده، این بار میتونه این ناحیه رو بشکنه که یه حدود ناحیه، حالا تکنیکالیستا خیلی ببخشن من عذرخواهی میکنم، یک ناحیه 200 پی پی اینجا هست که توی تایم دیلی هم شما میتونید به راحتی این ناحیه رو ببینید، بین 3430 الی 3450 یک ناحیه حمایتی هستش. اگر طلا مجدد به این ناحیه برسه، به عقیده من به قیمت 3500 هم خواهد رسید و این 3500 رو میشکنه و به اهداف بالاتر خواهد رفت. ولی فعلا این هفته من بیشتر با نزول طلا موافق هستم. 4 ساعته رو هم بررسی داشته باشیم. یه خط روندی هست، حالا توی تایم فریم دیلی یه خط روندی هست که این خط روند هم الان دقیقا روی این خط روند هست و باید منتظر این باشیم که ببینیم این خط رونده عکس العمل نشون میده یا نه. ولی من معتقدم که حالا این خط رونده میتونه بشکنه و به سمت پایین حرکت بکنه. اولین هدفش هم 3250 هستش که میتونه حالا توی تایم فریم های ریزتر این اهداف 3310 3285 و بالاخره 3250 رو هم به راحتی ببینه. بریم سراغ جفترزا. جفترز USD/JPY به نظرم این هفته سودی هست و به راحتی میتونه به قیمت 150 این هفته برسه. ولی در کل این جفترز روند اصلی و اهداف اصلی این جفترز نزولی هست و اهدافش هم 140 و پایین تر هست. ولی این هفته من این جفترز رو تا 150 صعودی میبینم. جفترز بعدی پوندین که پوندین هم روی یک خط روند خوبی قرار داره و از نظر تکنیکالی میتونه نزول داشته باشه و تا قیمت 195.85 نزول خودش رو داشته باشه. جفترز بعدی USD CAD که در یک ناحیه نگیم باکس بگیم، در یک ناحیه 350 پی پی در حال نوسان هست و اهدافش هم خیلی پایین تر هست، 1.32 1.30 هست. ولی برای فروش این جفترز در قیمت های 1.39 الی 1.40 توی این حواله، توی این باکس ناحیه 100 پی پی این جاها قشنگ فروشش، که اگر به این ناحیه برسه من یک باکسی رو اینجا مشخص کنم. اگر اینجاها برسه این جذابتر خواهد بود برای فروش، ولی فعلا ما کاریش نداریم. مورد بعدی پوند دلار که خط روند رو هفته پیش شکسته بود. 2 هفته پیش نزول داشت تا ناحیه 1.34025 و یک حمایتی شد تا 1.3572
و ریزش داشت مجدد تا 1.3429. این هفته با قوی شدن دلار میتونه نزول بیشتری داشته باشه تا 1.32 تا اینجاها میتونه نزول داشته باشه، ولی فعلا ببینیم که بازار چی میگه. امیدوارم که هفته خوبی برای شما باشه و به شدت مراقب باشید که هفته شلوغی هست، چه از نظر داده ها چه از نظر سخنرانی ها و سیاست های پولی، سیاست های مالی که از طرف دولت ها تعیین میشه و اینکه بسیار مراقب باشید دیگه. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ شما.